درباره مالزی خیلی صحبت‌های جالبی میشنویم. خیلی ایران رو با مالزی مقایسه میکنن. مالزی رو با خیلی از کشورهای دیگه مقایسه میکنن و او رو موفق میدونن در مسیر توسعه خودش. و از اون طرف هم چون یک کشوری است که اکثریتش مسلمون هستن، این مقایسه جالب‌تر میشه. البته ما در این برنامه قصد مقایسه مالزی با ایران رو نداریم، ولی قصد داریم ببینیم که مالزی چه تاریخچه‌ای داشته، چه کار کرده و رابطه دین و توسعه در مالزی چگونه رقم خورده که امروز شاهد موفقیت‌هایی در این کشور هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رابطه دین و توسعه در کشور مالزی چگونه است؟ در این ویدیو می‌خوایم در رابطه با این صحبت بکنیم که مالزی که اینقدر کشوری هستش که همه میگن پیشرفت کرده، رابطه دین و توسعه، دین و پیشرفت رو در این کشور بررسی بکنیم. میگن مالزی از لحاظ اقتصادی تو این دهه‌های گذشته رشد اقتصادی خیلی خوبی داشته. مهاجرینش که به کشورهای دیگه رفته بودن برگشتن. از لحاظ فرهنگی و تولرانس و همزیستی مسالمت آمیز بین اقوام و مذاهب مختلف میگن که خیلی خوب هست مالزی. روابط خارجیش رو اصلاح کرده، رشد صنعتی خوبی داشته و خلاصه کشور خیلی خوبی شده که زبان زد عام و خاص شده برای کشورهایی که در حال پیشرفت و توسعه هستن و خیلی‌ها دوست دارن که از اون کشور الگو برداری بشه. حالا ببینیم که واقعا دین و توسعه در این کشور چگونه بوده. آیا دین نقش مثبتی ایفا کرده، اصلا نقشی داشته در توسعه و پیشرفت این کشور یا نقشی نداشته؟ مالزی یک کشوری هست که در آسیای جنوب شرقی قرار گرفته و منطقه آسیای جنوب شرقی رو به کشورهایی میگن که بین هند، یعنی سمت شرق هند و جنوب چین قرار گرفته، بین اقیانوس آرام و اقیانوس هند. حدود 11 کشور هست: کشور لاوس، کشور میانمار، کشور تایلند و فیلیپین، اندونزی، سنگاپور، تیمور شرقی که یک کشوری هستش که تازه استقلال یافته در قرن 21، تنها کشوری که یا اولین کشوری که به استقلال رسیده این کشور هستش، در جنوب آسیا قرار گرفته. اینها کشورهایی هستن که مثل میانمار در آسیای جنوب شرقی قرار گرفت. اینها حدوداً 500 میلیون نفر جمعیت دارن. یک منطقه‌ای هستش که خب منطقه خیلی خاصی هست، منطقه هستش که بهش میگن دنیای جزیره ها. هزاران جزیره در این منطقه قرار گرفته. بعضی از این کشورها در همون ناحیه خشکی قرار دارن، مثل کامبوج و ویتنام و تایلند و اینها که متصلن به کشورهای آسیایی. اما برخی از این کشورها مثل اندونزی و فیلیپین و مالزی و سنگاپور در حالت جزیره‌ای یا شبه جزیره‌ای قرار گرفتن که در واقع مجموعه اینها رو میگن آسیای جنوب شرقی. خود مالزی کجاست؟ خود مالزی هم در واقع دو قسمت هستش. یک قسمت شرقی هستش، یک قسمت غربی هستش که از طرف شمال به کشورهای مثل تایلند و اینها همسایه میشه، از طرف جنوب به کشورهای مثل سنگاپور و اندونزی و سمت شرقش هم در واقع فیلیپین میشه. این منطقه یک اهمیت خاصی داشته به خاطر اینکه محل عبور و مرور دریانوردا و کشتی‌های تجاری بوده در طول قرنها. در گذشته مالزی در واقع این مالزی که الان ما داریم که نبوده. تو این منطقه بخشی از بندرها، سواحل این بندرها، مردم به صورت پراکنده زندگی می‌کردند و محل عبور و مرور این تجار بوده و که می اومدن محصولاتی رو از اینجا می بردن و یا محصولاتی رو می بردن برای مردم این منطقه به فروش می رسوندن. امروز البته اهمیت خیلی زیادی پیدا کرده. محصولات نفتی، مواد خام نفتی و فراورده های نفتی اینجا وارد میشه و خیلی اهمیت استراتژیکی داره، حتی شاید مهمتر از تنگه هرمز باشه. بیش از 1/3 محصولات نفتی به اینجا وارد میشه و یک محل بسیار استراتژیکی هستش اینجا. حالا ترکیب جمعیتی مالزی چگونه هست؟ در سال 2024 حدود 34 میلیون نفر مالزی جمعیت داشته. از این 34 میلیون نفر حدود 60%شون، 62-63%شون مالایی ها هستن که مسلمون هستن. حدود 20%، 19%شون چینی ها هستن که این چینی ها یا بودایی هستن یا بخششون هم، بخش کمشون مسیحی هستن و حدود 6%، 6.5% هم هندی ها هستن که دینشون هندو هست. یعنی ترکیب جمعیتی اینها، قومیتی و مذهبیشون
مثل هم میمونه. یعنی اونایی که مالایی هستن، حتی تو قانون اساسیشون هست که انگار مالایی، هر کی مالایی هست مسلمون هست، هر کی چینی هست بودایی هست، یه بخششون هم مسیحی هستن، هر کی هم هندو هستش هندی هست. که این خودش هم یک قدرتی میتونه باشه برای از لحاظ فرهنگی، قوت، نقطه قوت و غنای فرهنگی میاره برای این کشور. از اون طرف هم طبعا مسئله و چالشی بوده برای اداره کشور و دعواها و مسائل اختلافی که طبعا بین قومیت‌ها و مذاهب مختلف و ادیان به وجود میاد برای کشور چالش برانگیز هستش. حالا در میان این مسلمانان مالزیایی که اکثرا اهل سنت شافعی هم هستن، یه درصد کمی هم شیعیان هستن، صوفیا هستن. جزو آمار رسمیشون شاید اعلام نمی کنند، سیاستشون هم بر این بوده که خیلی شیعه اونجا قوت پیدا نکنه، به خاطر اختلافای بین شیعه و سنی خیلی به شیعیان اونجا زمینه برای بروز و ظهورشون ندادن ظاهرا. ولی آمارای غیر رسمی میگه حدود 250,000 نفر هم از شیعیان در اونجا زندگی میکنن که اینا در طول تاریخ هم بودن. صوفی مسلک بعضی هاشون هستن، یعنی هنوز اون برنامه‌های سماع و برنامه‌های عرفانی خودشون رو دارن. البته نه همه شیعیان، ولی سابقه این گونه هم دارن. توی روستاها و توی مناطق مختلف هم هنوز آثاری از اینها هست. البته بعد از اینکه بخشی از مسلمانان مالزی به سمت سلفیگری روی آوردن، نقش شیعیان و اون فرقه های صوفی و نقشبندی و امثالهم در اونها کمرنگ شده و تحت فشار ظاهرا بیشتری قرار گرفتند. برای اینکه بتونیم موضوع رو بهتر بررسی بکنیم باید برگردیم کمی عقب و به زمانی برسیم که کشوری به نام مالزی وجود نداشت. زمانی که مردم به صورت پراکنده در گوشه و کنار این منطقه و شهرهای ساحلی زندگی می‌کردند. نه حکومت واحدی بود، نه زبان واحدی بود، نه دین مشترکی بود، بلکه هر گوشه یک پادشاهی وجود داشت که طبعاً با پادشاهی دیگه به رقابت می‌پرداخت و این باعث اختلافات بیشتر می‌شد. در قرن دوم و سوم هجری، یعنی حدود 1100 سال پیش، حدود 10-11 قرن قبل، اولین گروه‌های بازرگانان مسلمان از هند وارد این منطقه شدند که اینها برخیشون از هند اومده بودن، برخیشون از کشورهای مثل ایران و عربستان و یمن و اینها وارد منطقه شده بودند و اینها شروع کردن به بازرگانی و معامله با مردمی که در همین سواحل مالایی زندگی می‌کردند. خورد خورد با اینها ارتباطات بیشتری گرفتن، ازدواج کردند، رفت آمد بیشتری داشتند و مردم محلی با اسلام این شکلی آشنا شدند. در تاریخ جایی ثبت نشده که درگیری‌های اتفاق افتاده باشه و مثلا به زور کسی بخواد اونجا تبلیغ اسلام کرده باشه یا جنگی رخ داده باشه، درگیری های به وجود اومده باشه، بلکه به عکس کاملا به صورت فرهنگی اسلام وارد این منطقه شد و به خلاف هندوستان که فتوحاتی اونجا صورت گرفته بود، درگیری هایی صورت گرفته بود، مردم هندوستان بعضا مقاومت کرده بودند در مقابل لشکرکشی های مسلمان ها، اینجا نه، اصلا درگیری خاصی ظاهرا رخ نداده بود و هر آنچه که بوده کاملا اجتماعی و فرهنگی بوده و اشراف، علما، بازرگانان، دانشمندایی که حالا اونجا حضور داشتن، کسانی که از لحاظ طبقات اجتماعی بالاتر بودن مجذوب اسلام شدند و به خلاف هندوستان اینجا از به اصطلاح طبقات بالا جذب اسلام شدند و این باعث این شد که خورد خورد همین حکومت‌های محلی که به صورت پراکنده وجود داشتند در رأس حکومت‌ها با اسلام آشنا شدن و اسلام رو قبول کردن و برخی حکومت‌های محلی اسلام رو برای خودشون به رسمیت شناختند. تا در قرن 14 میلادی، یعنی حدود 6 قرن پیش، حکومتی که در واقع اون کانال ملاکا بهش میگن یا ملاکا بهش میگن، مهمترین اقوام مالایی اونجا زندگی میکردن و حکومت مهمی بود، با اسلام آشنا شد و اسلام رو برگزید و رسمیت داد. این نقطه عطفی بود که کل این منطقه مسلمان شدند
و حتی اسم خودش هم از راجا به سلطان تغییر داد و این گونه بود که اسلام اینجا رسمیت پیدا کرد و گسترش بیشتری پیدا کرد و تا امروز اکثریت مردم مالزی که حدود 65% 70% باشند مسلمان هستند. با ورود اسلام یک تغییر و تحول جدی در منطقه رخ داد. یعنی مردمی که تا حالا یک فرهنگ دیگه‌ای داشتن، یک شاید اعتقادات خاص دیگه‌ای داشتن، تحت تاثیر هندوستان بودن و هندویسم یا بودیسم اونجا بیشتر رواج داشت، تحت تاثیر اسلام زندگیشون متحول شد. خب اینها با دانش اسلام آشنا شدن، با منطق اسلام، با قانون اسلام، قوانینی که توی معاملات وجود داشت و برای اینها اهمیت داشت و تو چشم اینها فرهنگ و معارف اسلامی خیلی بالا جلوه‌گر شده بود و همین باعث شد که اونجا مساجدی ساخته بشه، در کنارش مکتب خونه های دینی درست بشه، مدارس در واقع دینی درست بشه، دادگاه های اسلامی درست بشه. کاملا یک تحول فرهنگی بسیار جدی توی مالزی رخ میده و مردم توی مساجدشون با زبانهای اسلامی، با زبان عربی، حتی فارسی آشنا شدن، معارف دینی رو یاد گرفتن، سواد آموزی رخ داد و خلاصه اسلام یک تحول جدی در مردم این منطقه به وجود آورد. علاوه بر این تاثیرگذاری هایی که اسلام در این منطقه داشت، نه تنها باعث اختلاف و جنگ و دعوا و اینها نشد، بلکه یک همبستگی و یک هویت مشترکی در میان این قبایل و مردم پراکنده و که تو جزیره‌های مختلفی زندگی می‌کردند، تو جاهای دور از هم زندگی می‌کردند و هم ارتباط کمتری داشتند یا خیلی پراکنده بودن از لحاظ فکری و فرهنگی، اسلام شد شیرازه فرهنگی اهالی منطقه. در داستان‌ها و روایت محلی یک قصه رو نقل می‌کنند که دور از ذهن نیستش که واقعیت داشته باشه و اون هم این هست که برخی از دریانوردا یا تجاری که به سمت این منطقه می اومدن در راه گرفتار یک طوفانی میشن و اونجا نیت می‌کنن با خداوند خودشون عهد می‌بندن که اگر به سلامت رسیدن اینجا یک مسجدی رو بنیان بگذارن که در اونجا یاد خدا برپا بشه و به دین خدا خدمت بکنن و اینها به سلامت میرسن و اونجا یک مسجدی رو درست میکنن که این مسجد الان اونجا برقرار هست و مسجد معروفی هست. این مسجد به نام مسجد کاپونگلاوت نامیده شده و معروف هست و الان هم وجود داره. این مسجد رو اینها بنا کردن، فقط هم با چوب درست کردن و ادعاشون این هستش که هیچ وسیله دیگه‌ای درش نیست، مثل اون منبری که در حرم امام رضا صحبتش هستش که میگن بدون میخ درست شده، یک حالت تقدسی براش قائل هستن. خیلی این افکارهای معنوی ما با بقیه مردم دنیا مشابهت داره، یعنی همه یه جورایی مثل هم هستیم در این زمینه ها. مثلا میگم مسجد رو بدون میخ درست کرده، مسجد فقط چوبی هستش، یک حالت خاصی داره این مسجد. این مسجد هم در چند سال بعد خراب شد به واسطه حالا سیلی که اومد، طوفانی که اومد، ولی انقدر مردم اهتمام داشتن با اون که اون مسجد رو با همون مصالح قبلیش جابجا کردن، یک جای دیگه اون مسجد رو دوباره بازسازی کردن. یعنی ایمان مردم اینگونه بوده، اسلام تو دل مردم اینگونه جا پیدا کرده بوده که حتی بعدها هم صحبت این مطرح شده که دوباره مسجد رو بردارن ببرن سر جای اصلیش که اون حالت تقدس و معنویت خودش رو بیشتر حفظ بکنه. اسلام به گونه ای در منطقه نفوذ پیدا کرد که مشروعیت حاکمها، مشروعیت دولتها و حاکمیتها به واسطه دین اسلام بود در اون زمان و اگر کسی میخواستش که خودش رو مشروع بدونه باید به احکام اسلامی عمل میکرد و طبق اون دولت داری میکرد و حکومت داری میکرد. اسلام از لحاظ اقتصادی هم ورود کرد، یعنی یکی از عوامل مهم اقتصادی مثل زکات و مثل وقف، اینها یک و تعاونی هایی که حالا اون موقع بوده، بحث عدالت، تعاون، زکات و وقف، اینها شاکله اقتصاد مردم منطقه رو تشکیل میدادن و یه اتفاق خیلی خوبی که افتاد
فضای همدلی ایجاد شد. بازرگان‌ها بخشی از مالشون رو وقف می‌کردند برای کارهای درمانی، برای کارهای آموزشی، برای ساخت مدرسه و حالا جاهایی که به عنوان درمانی وجود داشته هزینه می‌کردند و بخشی از مردم زکات مالشون رو پرداخت می‌کردند. اینها قبلا به این شکل توی سنت مردم این منطقه وجود نداشت و یک شرایط خیلی خوبی رو رقم زد در منطقه. بازرگان هایی که اونجا بودن از جاهای مختلف بودن، یعنی بازرگان های چینی بودن، بازرگان های هندی بودن، بازرگان های محلی بودن، بازرگان های باز از راه های دورتر حضور داشتن اونجا. اینها با هم تعامل داشتن و یک اعتماد خیلی خوبی اتفاق افتاده بود و فرهنگی که رخ داده بود این بود که یک اعتماد اجتماعی به وجود اومده بود به واسطه این دینداری مردم که امروزه ما بهش میگیم سرمایه اجتماعی. این سرمایه اجتماعی خیلی تاثیرگذار بود در رشد اقتصادی منطقه و رشد فرهنگی اونها. باز مسئله دیگه‌ای که مورد توجه میتونه خیلی خوب قرار بگیره این بحث هستش که علما فقط عالمان دینی نبودن که بیان یه درسی رو بدن و برن یا مثلا یک تبلیغی رو داشته باشن. نه، علما جایگاه ویژه‌ای داشتن در حکومت‌ها. بحث مشورتی که حاکمان با اونها میکردن، تاثیرگذاری جدی دانشمندان دینی و روحانیون داشتن در نحوه اداره کشور و اون منطقه. در واقع مجموعه این اتفاقاتی که افتاد توی مباحث اقتصادی، یعنی بحث زکات و وقف و بحث سرمایه اجتماعی که به وجود اومده بود به واسطه اون اعتمادی که بین مؤمنین رخ داده بود و بحث هایی که علما و حضورشون و این کارهای خیر زکات و وقف و امثالهم باعث رشد اقتصادی منطقه شد. یعنی بخشی از اینها وقف میشد برای مدرسه، بخشی از اینها از زکات میرفت برای کارهای خیر. یه اتفاق خیلی خوبی رقم خورد و این مسئله و این شرایط تا یک قرن ادامه پیدا کرد. در قرن 16 همزمان با رشد توان دریایی کشورهای اروپایی پای پرتغالی ها به مالایا باز شد. اینا ابتدا برای تجارت اومده بودن ولی خیلی سریع به سیاست و سلطه بر منطقه دست پیدا کردن و فعالیتاشون شد فعالیت‌های سیاسی و تسلط به منابع طبیعی منطقه و تسلط و نظارت بر عبور و مرور تجار و بازرگان ها و مسیرهای تجاری اینها بود. یک قرن هم پرتغالی ها بر اینجا مسلط شدند و مالایا رو در سلطه و استعمار خودشون قرار دادن. بعد از پرتغالی ها پای هلندی ها باز شد. اونها هم به همین نحو یک قرن اینها به استعمار مردم و منابع طبیعی و منطقه مالایا دست زدند و متاسفانه بعد از این قرن هم پای انگلیسی ها باز شد و 200 سال هم انگلیسی ها اونجا به استعمار پرداختند. البته انگلیسی ها دیگه فقط بحث‌های اقتصادی و سیاسی نبود، اونها با روش‌های خودشون فعالیت‌های فرهنگی و دینی رو هم آغاز کردن. یعنی شروع کردن مدارس و مراکز آموزشی به سبک خودشون رو درست کردن، تبلیغات مسیحیت رو اونجا رونق دادن برای اینکه مردم اونجا رو دینشون رو تبدیل به مسیحیت بکنن و حتی از کشورهای دیگه از چین و اینور اونور کارگر آوردن اونجا برای اینکه تحت تاثیر قرار بدن مردم محلی رو و نفوذ خودشون رو، نفوذ فرهنگی و دینی خودشون رو عمیق‌تر بکنن و اقتصاد مالایی ها در حاشیه قرار گرفت. 200 سال اینها مشغول فعالیت بودن. البته اینها تأثیر به سزایی گذاشتن اونجا، یعنی اون اقتصاد سنتی که مالایی ها داشتن یه جورایی خیلی کمرنگ شد، ولی از لحاظ دینی اینها نتونستند موفق عمل بکنن. یعنی اسلام و دینی که اینها از قبل پذیرفته بودند به راحتی از دستشون نرفت و در نتیجه درصد خیلی کمی اونجا مسیحی شدند یا مسیحی ماندند. 2 قرن هم انگلیس ها بودند و مقاومت مدنی مردم اجازه نداد که اینها بیش از این اونجا فعالیت بکنند.
مردم در مساجد، روحانیون توسط معارف دینی مردم رو آگاه کردند و در مساجد کانون‌های مقاومت تشکیل شد و بحث ظلم ستیزی، بحث مبارزه با بیگانه و معارفی که در دین مبین اسلام وجود داشت باعث شد که استعمار به پایان برسه و مالزی حالا تحت شرایط خاص دیگه‌ای هم که وجود داشت به استقلال برسه. در سال 1957 مالزی رسما استقلال خودش رو به دست آورد و مالزی شد. هرچند که چند وقت بعد یک بخشی ازش جدا شد به نام سنگاپور، اما مالزی به این شکل باقی موند و البته با یک کشوری روبرو بود که از لحاظ اقتصادی وابسته به مواد خام هست، بیشتر اقتصادش دست خارجی ها هست و یک کشوری که ترکیبی از اقوام و مذاهب گوناگون هست و زبانهای مختلفی داره. مالایی ها هستن که مسلمان هستن، چینی ها هستن که بودایی هستن، هندی ها هستن که هندو هستن، زباناشون اینا با هم فرق میکنه، یک اختلافات این شکلی وجود داره و از اون طرف اقتصاد درست درمانی هم نداشت. اینها جزو معدود کشورهایی بودند که استقلال پیدا کردند ولی روی اون هویت فرهنگی و دینی خودشون هم تاکید داشتن و پاش وایسادن. البته دوست داشتن که هم هویت دینی و فرهنگیشون حفظ بشه، هم مدرن بشن، هم به روز باشن. به قول معروف یک حالت میانه روی رو در پیش گرفتن که نه 100% اون باشه، در واقع همون حالت فرهنگی خودشون و دینی خودشون، نه 100% مدرنیته رو بخوان قبول بکنند. یک چیزی وسط اینها سیاستی بود که در پیش گرفتن، اسلام میانه رو مثلا. ولی تأکیدشون روی اتحاد ملی بود، تأکیدشون روی اقتصاد و توسعه بود، تأکیدشون روی هویت فرهنگی و دینی بود و به این ترتیب اینها یه رشد اقتصادی تونستن در سالهای بعد پیدا بکنند و در زمان نخست وزیری مهاتیر محمد یا شخصیت‌های دیگری که در این سالها به حکومت رسیدن و به قدرت رسیدن تونست رشد اقتصادی خوبی رو تجربه بکنه که تا امروز هم حفظ کرده. اونها با سیاست نهادهای اسلامی که از قبل وجود داشت، گفتیم در قرنها قبل، نهاد وقف، نهاد زکات، تونستن این رو به صورت مدرن در بیارن. یعنی مؤسساتی تشکیل شد که همین نهادهای دینی رو به صورت مدرن برپا کرد و تو کشور نهادینش کرد. دیگه اینها بخشی از توسعه مالزی بودن. بانکداری اسلامی، دانشگاه بین المللی اسلامی، اینها در کنار دانشگاه‌های دیگه، در کنار بانک‌های دیگه فعالیت‌های خودشون رو رسمیت دادن و من حیث المجموع تونستن رشد اقتصادی خوبی رو برای کشورشون در ارمغان بیارن. در سال 2000 و دهه‌ای که از اون سال شروع شد، یک فساد اقتصادی بزرگی در کشور مالزی رخ داد به نام توسعه مالزی برهاد و که پای مسئولین مملکتی در این فساد باز شده بود و حتی نخست وزیر اون آقای نجیب رزاق متهم بود که محکوم هم شدن به زندان و یک فساد مالی خیلی گسترده و بدی بود و به اضافه فاصله های طبقاتی که در واقع ایجاد شده بود در کشور و زیاد شده بود، یک موجی ایجاد کرد در کشور که به سمت احزاب اسلامی روی بیارن و جالب این که این هم تحت عنوان یک موج سبزی در مالزی معروف شده که بیشتر مردم گرایش پیدا کردن به احزاب اسلامی. در سال 2023 حزب اسلامی مالزی و متحدینش رأی بیشتری آوردن و قدرت رو به دست گرفتند. در پی این اتفاقاتی که رخ داد، نخست وزیر فعلی مالزی به سمت شعار اسلام مدنی رفت. اسلام مدنی چیه؟ اسلام مدنی به معنای اینکه اخلاق رو ما باید به توسعه برگردونیم، معنویت و ایمان رو باید به سیاست برگردونیم. یه مقداری از اون سیاست زدگی هایی که مردم دیگه خیلی خسته شده بودن ازش کاسته بشه و برن به سمت، در واقع شعاری که اینها میخوان بدن این هستش که ما باید ایمان رو عجین بکنیم در حکومت داریمون، جدا نیستش. تأکیدشون این هست، اون شعاری که میدن و دنیا رو میخوان مثلا به اون سمت سفارش بکنن این هستش که در کشور ما باید ایمانمون رو توی حکومتمون هم، تو حکومت داریمون هم نشون بدیم. حالا توی ایران تعبیر اسلام رحمانی هم شاید ترجمه بکنن برای اسلام مدنی.
ولی خب یه مقداری متفاوت هست اسلام رحمانی توی ایران با اسلام مدنی یا رحمانی توی مالزی. اونها انگیزهشون یه چیزی دیگه است، هدفشون یه چیز دیگه است. اینجا شاید به عنوان این هستش که ما باید سهلگیری بیشتری داشته باشیم از اون سختگیری هایی که وجود داره، مثلا کمتر بکنیمشون، کاهش بدیم اون سختگیری ها رو. اما اون چیزی که آقای انور ابراهیم امروز دنبالش هست در مالزی این هست که حکومتداری با اخلاق همراه باشه و این رو شعار و سرلوحه خودشون قرار دادن. حالا بد نیستش که در این بخش به موضوع بانکداری اسلامی در مالزی بپردازم. ببینید در مالزی یکی از کارهایی که اتفاق افتاد این بود که اینها اومدن با توجه به اون تأکیدی که بر هویت دینی داشتن بانکداری اسلامی درست کردن، مثل خیلی از کشورهای دیگه، مثل ایران بعد از انقلاب که بانکداری اسلامی رو ترویج کرد. اینها اومدن چیکار کردن؟ اینها نیومدن مثل ما کل سیستم بانکی که مبتنی بر ربا بود رو کلاً از بین ببرن و یک سیستم جدیدی رو جایگزین بکنن. ما ایران بعد از انقلاب اومدن سیستم رو کلا همه بانک ها رو گفتن باید بانک اسلامی باشه، ما بانک غیر اسلامی نباید داشته باشیم. اما مالزی اومد در کنار بانک های متعارفی که وجود داشت که حالا از لحاظ اسلامی هم مورد تایید نیست یا ربوی هست، اون رو حفظ کرد، در کنارش بانکداری اسلامی جایگزین در کنارش گذاشت، یک گزینه انتخابی. و خورد خورد اینها شروع کردن کار کردن با هم و گسترش پیدا کردن بانکداری اسلامی که به مرور زمان خیلی این بانکداری اسلامی محبوبیت پیدا کرد که الان یه درصد بالایی، شاید بالای 30-40% بلکه بیشتر از تراکنش‌های مالی در بانکداری اسلامی تو مالزی هست. و این بانکداری اسلامی چجوری بود؟ بر اساس عقود اسلامی، مثل مضاربه، اجاره هایی که وجود داره بر اساس قوانین و معاملات اسلامی که حلال هست و صحیح هست انجام گرفت. یعنی شما تو هر بانکی حساب باز میکنید میتونید بر اساس بانکداری متعارف باشه، میتونه بر اساس بانکداری اسلامی باشه، یا بخشی از مالتون مربوط به بانکداری متعارف باشه، یه بخشی مربوط به بانکداری اسلامی. ظاهرا این گونه است. افرادی که اونجا میان پول میذارن توی بانکداری اسلامی، نکتهش اینجاست که نظارت بسیار دقیقی به این مسئله میشه. یعنی هر بانکی نهادهایی داره که نظارت کامل میکنه بر اسلامی بودن این فعالیت‌های اقتصادی. و یکی از مهمترین کارهایی که اینها کردن علاوه بر این که، یعنی دو تا ویژگی داره بانکداری اسلامی اینها، یکی این که اون بانکداری متعارف رو جمع نکردن، دوم این که بانکداری اسلامی اینها نظارت دقیقی داره به واسطه نهادهایی که درست کردن در کنار این بانکداری. یعنی شورای فقهی که اونجا تشکیل شد، حالا اینجا تازه داره یه سری فعالیت هایی رو آغاز کرده شورای فقهی. حالا ما تو کشور خودمون مسخرم میکنن خیلی ها که آقا این شورای فقهی، حالا روحانیت همه جا دارن حضور پیدا میکنن، اونها بانکداری اسلامیشون نظارت دقیق داره، نهادهای خاص این مسئله داره که هیچ اوراقی امضا نمیشه مگر اینکه باید با تأیید اون شورای فقاهتی که اونجا وجود داره انجام بشه. نظارت بسیار دقیقی هست و قطعا اون کسی که میاد مثلا پولشو برای کشاورزی میذاره در سود و زیان فعالیت‌های اقتصادی اونجا شریک میشه. یعنی کاملا مثل حالت مضاربه‌ای که وجود داره نظارت داره. اینجوری نیستش که ما یک سود ثابتی رو دولت مشخص بکنه و اگر شما پول بذاری اونجا به اسم بانکداری اسلامی ما سرمایه گذاری میکنیم تو بانک، امضا میکنیم که این صرف کارهای فلان بشه، مضاربه و فلان اینها، ولی خب سود ثابت از قبل مشخص هستش، حالا میگن علل حساب، اما سود ثابت داریم. یه جورایی در عمل ربوی هستش. به خاطر همین فقهای ما، مراجع تقلید ما همش ایراد گرفتن، همش اشکال گرفتن و اعتراض دارن که این بانکداری باید اصلاح بشه. هرچند که حالا شاید نگن الان حرام هست اینها، ولی میگن روحش همون روح بانکداری ربوی و بانکداری متعارف دنیاست، نه بانکداری اسلامی، نه عملیات معاملات اقتصادی اسلامی. ولی در مالزی ظاهراً نظارت خیلی شدیدتر از این حرفا هستش و اینجوری نیستش که سود رو شما از قبل بخوای مشخص بکنه، دولت بگه انقدر سود، انقدر مشخص، هر ماه انقدر سود میاری. این که همون بانکداری متعارف در واقع دنیا هستش. این بانکداری اسلامی یک نقش بسیار عمده‌ای در رشد اقتصادی مالزی ایفا میکنه و خیلی هم محبوبیت داره. یکی از بانکداری‌های اسلامی مهم دنیای اسلام هم
هست در کنار بانکداری هایی که توی بانک های غیر ربوی که در کشورهای اسلامی وجود داره. بانکداری اسلامی مالزی یک بانکداری مهم و قابل توجهی هست. مالزی بعد از تثبیت بانکداری اسلامی رفت سراغ بازار سرمایه. در بازار سرمایه متعارف دنیا اینها برای تأمین بودجه میرن چیکار میکنن؟ میرن اوراق قرضه میدن. اوراق قرضه میدن، افراد با سود ثابت بهره میگیرن و از این پولشون هم در اون پروژه هایی که دولت میخواد یا اون شرکت های خصوصی میخوان استفاده میکنن. اما مالزی اومد اینجا به جای اوراق قرضه به اون سبک بحث سکوک رو مطرح کرد، یعنی مشارکت واقعی در سود و زیان. مثلا میخواد یک پلی درست بکنه، یک بزرگراهی درست میکنه، این اوراق قرضه رو تحویل مردم میده و مردم اینها رو سهیم میشن، سهام میخرن و در سود و زیان شریک هستن. مثلا اگر بزرگراهی ساخته که این بزرگراه درآمدهایی داره، درآمدش از اون در واقع قبض ورود به بزرگراه یا مثلا اجاره تبلیغاتی که تو مسیر هستش و مغازه‌هایی که هستش، اینا بهره‌ای میبره، سودی میبره، در واقع سود میبره، این مردم هم که اومدن این اوراق رو، این سکوک رو تهیه کردن، در اون سود شریک هستن. اگر اونجا زیان بده اینها هم زیان میدن. فرودگاه کوالالامپور به همین سبک ساخته شد و 60% بازار جهانی سکوک در مالزی هستش که خیلی از کشورها دارن ازش الگو برداری میکنن. یه مورد دیگه هم که خوب هستش که بهش اشاره بکنم بحث بیمه هست. شرکت‌های بیمه‌ای که در مالزی ایجاد شد. شرکت‌های بیمه متعارف دنیا چجوری هستش؟ میان ثبت نام میکنن، یک بیمه معروفی در کشور هستش، ملت میان ماهانه سالانه پول میذارن و خب این پول زیادی جمع میشه و برای هر کسی که اتفاقی میفته از اون پول برمیدن بهش میدن و اون شرکت بیمه هم سود خودش رو میبره، مردم هم اینجا در واقع تونستن بیمه کرده باشن اموالشون یا زندگیشون رو. این بیمه متعارف هستش. اما مالزی اومد بیمه تکافل راه انداخت. بیمه تکافل چیه؟ بیمه تکافل در واقع یک حالت تعاونی داره. مردم این پولی که میذارن اونجا یه بخشیش میره توی صندوقی مشترک، مثلا 2000 تومان در نظر بگیر کسی گذاشته تو اون صندوق، 500 تومنش میره برای اون صندوقی که خسارات مردم رو اون شرکت بیمه پرداخت میکنه. اما 1500 تومنش میره توی صندوق دیگه که اون صندوق در واقع این مال مردم هستش، جای دیگه نمیره. شرکت های بیمه متعارف پولی که دادی رفته دیگه، اما این شرکت بیمه‌ای که تکافل اینجا هستش یه بخشی از این پول، شاید مثلا 75% مال خود شما باقی میمونه که بعداً اگر قرارداد شما 10 ساله باشه، بعد 10 سال حالا طبق شرایطی بتونی برگردونی یا تبدیل میشه، حالا شاید پول نقداً نتونی برگردونی ولی اون تبدیل میشه به مثلا بیمه عمر هستش یا امثال اینها هستش. یعنی اینجا باز یک ایده جدیدی رو مالزی ایجاد کرد برای شرکت بیمه که هم اسلامی باشه، اصول تعاون و اصول اسلامی توش رعایت بشه، همین که سود خوبی داشته باشه برای مردم. و اینها مجموعه اینها، بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی، بحث بازار سرمایه اسلامی، با سیاست هایی که مالزی پیش گرفت موجب رشد و پیشرفت این کشور شد. در واقع چند تا سیاست رو ما میتونیم بگیم که مالزی پیش گرفت و جای تأمل داره که روش بحث بشه. یک، اینکه به اتحاد ملی تأکید داشت، به بحث هویت دینی و هویت فرهنگی تأکید داشت، به بحث توسعه و مدرنیته و پیشرفت جامعه روی اون هم باز تأکید داشت و راهی رو دنبال راهی بود که بتونه همه اینها رو با هم داشته باشه. ما در اینجا داریم توصیف میکنیم، تأیید نمیکنیم. من داستانایی که تعریف میکنم، توضیحاتی که بیان میکنم، بحث تأیید نیست، بحث این هستش که این یک راهی بود که مالزی رفته و به این جایگاهی که الان هست رسیده. حالا بخشیشو ممکنه ما قبول بکنیم، بخشیشو ممکنه قبول نکنیم، اما سیاست هایی که در پیش گرفت جایگاه فعلی مالزی رو براش رقم زده. البته اتفاقات مختلفی در مالزی رخ داده که ما بهش اشاره نکردیم. بحث اون بحران مالی که در کشورهای مختلف آسیای جنوب شرقی رخ داد و تا مرز فروپاشی کشورها اینها جلو رفتن، اونو بهش اشاره نکردیم. اونها داستانهای خیلی جذاب و مهمی هستش که باید بهش پرداخته بشه که چطور یک کشوری که حالا پیشرفتم شده، کشوری هستش که اقتصادش بالا رفته، کشوری هست چجور
وابستگی آیا وجود داره به سیستم اقتصادی جهانی، وابستگی سیاسی هستش که یک جا خودش رو اینجوری نشون میده که برخی از سرمایه دارها سرمایهشون رو کشیدن بیرون از اون بازارها، از اون بانک ها، از اون بازارهایی که وجود داشت، اینها به بحران رسیدن. چند تا کشور در یک شب به بحران جدی رسید. آیا این نحو اداره کشور درست هست؟ آیا امکان داره که ما به گونه‌ای کشور رو اداره بکنیم که استقلال بیشتری داشته باشیم؟ آیا ارتباط اقتصادی و سیاسی با دنیا و نظام اقتصادی دنیا و نظام سیاسی دنیا به چه نحو باید باشه که از این آسیب‌ها بدور باشیم؟ بحث رابطه مالزی رو با رژیم اشغالگر صهیونیستی خیلی مطرح نکردیم اینجا، اینم خودش یک موضوع هستش که میشه قابل بحث بشه. البته طبیعی است که برای اونها خیلی مسئله جدی نیست چون تو این منطقه نیستن، ولی خب تا همین اخیر هم طرح صلح غزه‌ای که آمریکا داده بود، چون مالزی به صورت مشروط قبول کرده بود و کامل قبول نکرده بود، در اون اجلاسیه دعوت نشد و از کشورهایی بوده که البته خیلی از حق فلسطین ادعا داشته که حمایت کرده. موضوعات مختلفی هستش که در رابطه با مالزی باید بحث کرد، در رابطه با مسائل فرهنگی. الان یک مسئله‌ای که مالزی باهاش روبرو هست و میتونه مسئله مشترک بین کشورهای اسلامی باشه، من جمله ایران. اینکه آقا بحث حجاب، آیا حجاب الزامی است؟ آیا نایت کلاب ها و تفریحات شبانه و اینها میشه در یک کشور اسلامی وجود داشته باشه؟ مالزی داره چیکار میکنه اینجا؟ استخرهای مختلط، آزادی های به این گونه‌ای که با فرهنگ دینی و اسلامی منافات داره، آیا یک حکومت که اکثریت اون کشور مسلمان هستند و او تأکید داره بر هویت دینی، او تأکید داره بر هویت فرهنگیشون که پای اون ایستاده، در این زمینه ها باید چی کار بکنه؟ الان قانونی که در مالزی هست این هستش که مسلمان ها حق خرید مشروب ندارن. مسلمان حق نداره که در این جاهای فساد بره. البته اینها در ایالات مختلف فرق میکنه. بعضی از ایالت ها که در واقع تاکید بیشتری بر احکام اسلامی و شریعت دارن ممکنه که قوانین سفتری داشته باشن، ولی اون قانون اصلی که در همه مالزی حاکم هستش نباید منافات با قانون ایالت‌های مختلف داشته باشه. مثلا اگر که یک کسی رابطه نامشروعی داشته باشه در یک ایالتی، ممکنه بگن که آقا تو مسلمان بودی، تو حق نداشتی رابطه نامشروع داشته باشی، یک قانون مجازات سختگیرانه‌ای بذارن. میتونه اون قانون فراگیر مرکزی بیاد جلوی این اجرای حکم رو بگیره و اون رو تخفیفش بده یا کلاً حذفش بکنه. در هر حال این مباحث در مالزی مطرح هستش. این رو چه شکلی حلش کردن؟ این گونه میگن مسلمان ها حق ندارن برن اونجاها، خلاف قانون هستش، ولی یک کسی که هندو هستش این میتونه مشروب بخره مثلا، یا تفریحات شبانه رو میتونه داشته باشه. اینها مباحثی هستش که در مالزی به این گونه جلو میره. علاوه بر این بحث نوع برخوردم هستی، یعنی ممکنه قانون باشه خلاف باشه که نباید یک کسی، مثلا یه مسلمانی حق نداره یک همچین خلافی انجام بده، اما اینکه آیا واقعا این قانون اعمال میشه، آیا اون شخص مجازات میشه، معمولا این گونه نیست. یعنی دولت مالزی، حکومت مالزی هم میخواد که مردم مؤمن باشن و مسلمون باشن، هم از اون ور میخواد که سختگیری جدی تو این زمینه نداشته باشه و یه چیزی بینابین میخواد باشه. یعنی هم میخواد اسلام رو داشته باشه، هم میخواد دموکراسی رو داشته باشه، هم میخواد که مردم فرهنگشون رو حفظ بکنن، هم میخواد که مردم ناراضی نشن، هم میخواد مردم آزادی داشته باشن، هم اون احکام اسلامی مثلا رعایت بشه. ولی عملاً اینها خیلی قابل جمع شاید نباشه همه اینها به این شکل. بالاخره از یک بخشی اگر که میزنیم یک بخش دیگه پررنگ میشه و اگر که احکام اسلامی رو بخوایم 100% رعایت بکنیم و قائل به این باشیم که این حکم اسلام هستش که مثلا کسی رابطه نامشروع نباید داشته باشه و حکومت باید جلوش رو بگیره، خب این کار رو شاید دولت مالزی انجام نده. اصلا شاید جرم به حساب نیاد در کشور مالزی کسی که ارتباط نامشروعی بخواد داشته باشه. خب به عنوان جمع‌بندی در این قسمت ما سعی کردیم که رابطه دین و توسعه رو در کشور مالزی در طول تاریخ و تا به امروز بهش بپردازیم و
نقاط مثبت و پیشرفت مالزی رو با نگاه مثبت و خوشبینانه بررسی بکنیم. طبعا اگر آدم بخواد نگاه نقادانه به این پیشرفت و توسعه مالزی داشته باشه یک جور دیگه باید بیان میکردیم، اما ما سعی کردیم که این گونه شروع بکنیم که وقتی میگن کشور مالزی کشوری هستش که رشد کرده و پیشرفت کرده، ببینیم در چه وضعیتی بوده، به کجا رسیده، و اگر که میگن فقر رو خیلی سطحش رو ورده پایین، طبعا این به این معنا نیستش که مالزی دیگه فقیر نداره. اگر به مشکلاتش رو حل کرده به این معنا نیستش که دیگه مشکلات فرهنگی نداره، مشکلات سیاسی نداره، مشکلات اقتصادی نداره. قطعا هیچ کشوری سد نیست، ولی ما باید توجهمون رو به نقاط مثبت و پیشرفت‌های دیگران جلب بکنیم و توجه بکنیم و در این قسمت هم ما بنامون و سیاستمون همین بود که از دوره‌های تاریخی شروع کردیم وضعیت دین و توسعه و پیشرفت رو در جامعه مالزی از قبل از اینکه اسم مالزی بر او گذاشته بشه تا امروز که مالزی یکی از کشورهای مطرح در جهان هست بهش پرداختیم و امیدواریم که برنامه مورد توجه قرار گرفته باشه.